کمیته ولایت‌های فوق‌العاده تاجیکستان روز 17 مارس سال 2023 با نشر یک هشدار با تکیه به معلومات هواشناسی خبر داد که با در نظر داشت گرمشوی هوا در ناحیه‌های توبه مرکز، ولایت سوخت، در غرب ولایت مختار کوهستان بدخشان دست کم تا 20 مارس خطر فرو ریختن ترمه و سنگریز و یرش و سیل بلند باقی می‌ماند. پیش بینی می شود که روزهای 19 و 20 مارس به سبب‌های بارشات احتمالی سطح آب در رودخانه‌های یوخس و قزلسوی جنوبی و دریاهایی که از قله‌های جنوب قطارگوهای ایسار جاری می‌شوند بلند شود و باعث آمدن سیل گردد. به این دلیل کمیته ولایت‌های فوق‌العاده از ساکنان و میهمانان کشور خواسته است که چاره‌های بی‌خطری شخصی را رعایت کرده از سفر به کوهستان، جمع‌آوری گل‌ها و رستنی‌های کوهی در این روزها خودداری کنند. از چوپانان نیز خواسته شده است که در این روزها در نزدیکی و یا در ساحل دریاهای کوهی خیمه نزنند. از ساکنان خواسته می شود که به خاطر پیشگیری از جمع شدن آب، جوی و کانال‌های سیلپرتا را در نزد خانه‌هایشان از پیش توزیع کنند. کمیته از ساکنان خواهش می کند که در این روزها از سفر به منطقه‌های ترمزا خودداری کرده از حد اکثر احتیاط کار بگیرند.